پس از انجام مراسم استقبال رسمی مهمان عالی مقام ضمن ملاقات خاصه سران دولت‌ها و مذاکرات وسیع با اشتراک هیئت‌های تاجیکستان و مغولستان، حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه مسائل مبرم روزنامه بین‌المللی و منطقوی مورد بررسی قرار گرفت. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تشریف مهمان عالی قدر پرزیدنت مغولستان و هیئت رسمی این کشور را به تاجیکستان خیر مقدم گفته علاقمندی جانب تاجیکستان را بر رشد همه‌جانبه رابطه‌ها با مغولستان دوست تاکید کردند. سرور دولت ما اظهار باوری نمودند که تبادل افکار سودمند امروزه بر روند تحکیم و توسعه همکاری در تمام ساحه‌های مورد توجه دو کشور تکانی مثبت خواهد بخشید. ضمن یادآوری از اهمیت مکالمه سیاسی سطح عالی و توسعه روابط بین پارلمانی، جانب‌ها بر ضرورت فعال گردانیدن کار گروه مشترک دوستی و همکاری بین پارلمانی همچون وسیله مهم گسترش همکاری گوناگون جنبه میان دو کشور تاکید نمودند. با مقصد توسعه منبع مجموعه همکاری تجارتی و اقتصادی، جانب تاجیکستان تهیه و قبول برنامه همکاری‌ها و راهکار صاحبی عمل‌های مشترک را عاید به افزایش گردش مال برای سال‌های نزدیک پیشنهاد کرد. همزمان تأسیس شورای صاحبکاری تاجیکستان و مغولستان به مقصد موافق دانسته شد. در این ضمن برگزاری منتظم همایش‌های دایره‌های صاحبکاری و نمایشگاه‌های مال و محصولات دو کشور مهم دانسته شد. همایش اولین دایره‌های صاحبکاری و تجارتی جانب‌ها که امروز در دوشنبه برگزار می‌گردد اقدام مهم در این سمت ارزیابی گردید. مسائل رشد همکاری در ساحه کشاورزی از جمله در بخش چاره‌داری مورد توجه خاص قرار داشتند. ساحه‌های صنعت کارکرد به خصوص صنعت سبک و خوراکباری همچنین استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی از سمت‌های آینده‌دار همکاری میان دو دولت معنی داد گردید. مسئله پیشبرد روزنامه سبز و تطبیق هدفهای رشد استوار مورد نظر دو جانب قرار داشت. سمت دیگری افضلیت همکاری ساحه سیاحی نامیده شد. در این ضمن پیشوای ملت امکانیت‌های فراخ تاجیکستان را جهت رشد سیاحی، کوهنوردی، اکولوژی و عافیت بخشی علاهیده قید کردند. توجه زیاد به مسئله رشد همکاری میان منطقه‌های دو کشور همچون شکل مؤثر گسترش رابطه‌های مستقیم اقتصادی ظاهر گردید. در جریان صحبت سرور دولت ما با اشاره به نقش مهم کمیسیون بین‌الحکومتی عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی در پیشبرد تمام مجموعه رابطه‌های تاجیکستان و مغولستان ضرورت شروع فعالیت آن را در آینده نزدیک صلاح دانستند. به مسائل وابسته به گسترش رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری توجه خاص ظاهر گردید. برگزاری روزهای فرهنگ مغولستان در تاجیکستان قدم اول مهم در این سمت ارزیابی شد. طرف‌ها همچنین از توسعه رابطه‌ها در بخش‌های علم، معارف، وسایط اخبار عامه، آثارخانه‌ها، سیاست جوانان و ورزش جانبداری نمودند. همزمان در رابطه به مسائل مبرم روزنامه جهانی و منطقوی تبادل افکار انجام یافته. جانب‌ها از ادامه همکاری سازنده دو دولت در این جهت در دایره نهادهای بسیار جانبه به خصوص سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های مخصوص آن جانبداری نمودند. سرور دولت ما از مساعدت پیوسته جانب مغولستان در پیشبرد تشبس‌های جهانی تاجیکستان عاید به مسائل آب و اقلیم اظهار قناعتمندی کرده خواستار همکاری عملی دو کشور در مقاومت علیه خطر و تهدیدهای امنیتی گردیدند.